سلام دوستان عزیزمون، اینم داخل کارگاهمون که داخل تولیدیمون ما حداقل روزانه 5-6 تا روکش فقط نصب میکنیم رو ماشین ها دوستان. منتها که وقت نداریم همه اونا کلیپ تهیه کنیم و فیلم بگیریم، به خاطر اون یه وقت باشه یه دونه 2 تا فیلم میگیریم فقط دوستان ببینن کارو. والا ببخشید که اگه کوتاهی میشه فلان میشه، وقت نداریم، سرمون شلوغه. این روکش هایی که تولید میشه، دور فرمونایی که تولید میشه، انشالله باید بره تبریز بسته‌بندی بشه و به این شکل بسته‌بندی میشه. این هم که ابرای صندلیامون که صندلی که تعمیر میشه عوض میشن، اینا همه. کارگاه آقای سلیمانی.